درود بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی رو از استودیوی مرکزی از پراگ تماشا دارید. امروز 10 می است و نخست توجه کنید به سرخط موضوعات. ساکنان دهاتی نوابادی عبدالرحمن جامی را به مکانی به خطر کوچ دادند. آنها میگویند فرو رفتن زمین دوام دارد و میترسند که خانه هایشان خراب می شود. زلال کردن 5 اویل زلال دیدیم 5 اویل چی خطر که همین مایدشاری بود همه رفت یکم چی مو بخواب کردی نیست. بارانگری های اخیر به منطقه دیگری تاجیکستان ضرر رسانده و خطری فرآمدن سیل همچنان باقی میماند. و مقامات انتظامی قرغیزستان اخراج چندین دانشجوی تاجیک را از این کشور رد کرده. میگویند آنها در دلخواه وقت میتوانند برگشته و به تحصیلشان ادامه بدهند. بعد فلاکت در دهه نواباد در نوحیه عبدالرحمن جامی سابق کوی بیشرف گروه دیگری از مردم ترسان و نگرانند که خانه های آنها نیز زیر خاک می شود و حاصل زحمت چندین سالهشان برباد می رود. روز 8 می در نتیجه لغزش خاک در این گوشه ولایت ختلان 10 خانه و کشتزارهای وسیع آسیب دید. خوشبختانه تلفات جانی ثبت نشده است. همکاران ما به سراغ مردم آسیب دیده به جای حادثه رفتند و گزارش آنها را همراه می‌بینیم. اینجا دهه نواباد ناحیه جامی در ختلان است. نوارها را کمیته ҳолатҳои фавқулодаи тоҷикистон برداشته است تا مقیاس فلاکت ضرر به خانه‌های مردم و کشتزارها را معلوم کند. بر طبق حساب‌های اولیه تقریباً 100 گکتار کشتزار نابود شده است. 10 نفر بی‌خانه و درماندند. از خود این مقامات می‌شنویم که طبیعت که این دهه سبز را خراب کرد و ساکنان خانه‌های ویران شده و خطرناک کجایند. سال 8 مای سال 2021 در نوحیه عبدالرحمن جامی جماعت دهات افتخار دهه نواباد فروروی با معلومات که در نتیجه 15 خانه استقامتی خراب شدند. اهالی و چهاربایی که اهالی داشت به منطقه بخوف کشاندند. آنهایی که خانه‌هایشان در یک لحظه از بین رفت در صحن حولی مکتب 50 در دهه در این خیمه‌ها زندگی می‌کنند. زمین از همه پیشتر خانه میر آلیموف را فرو برد. شکر میگوید که هیچ کس در فلاکت آسیب ندیده است. نمی‌دونم خیلی برام همه چیز برده یکم شما بخواب کردی نیست. چقدر ضرر دیده؟ ضرر کردن 5 اویل زلال دیدیم 5 اویل چی خطر که همین مایدشاری بود همه رفت یکم چی مو بخواب کردی نیست. بلا ناگهانی و نیمه شب به سر ساکنان نواباد آمد. در اینجا آنها نیز زندگی میکنند که ممکن است خانه‌هایشان به زودی فرو رود. ساعت 3 بود چون چرام بده که فهمیدم نمیتونیم یک کلمه به سر می‌آورم. خانه شما سوزه؟ میره همین اندکتر میره نزدیک شده. با گفته بعضی از مردم آسیب دیده مقامات وعده دادند در برقرار ساختن خانه‌ها به آنها کمک میرسانند. وعده باشید که همین جایی که مثلا همه آدمایی که زلال دیدن هم یعنی خانه میتونن چی میتونن مثلا مثل قدیم زندگیشون رفتن می‌گردن. حالا این سوال مطرح است که چرا مقامات رسمی به مردم در جای برای خانه سازی زمین دادند که عاقبتش چنین ویرانی است. مقامات میگویند تحقیق نشان میدهد که چرا چنین جای همواره به ویرانه تبدیل شد. سبب لغزش این اساسی همین اروز اخراج زمین است و فروروی زمین با عمل آمدگی است. سببش از طرف گیودزی جمهوری معین می‌نمایند و پیشنهاد میکنند با حکومت جمهوری پیشنهاد کرده میشود. تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی است و از سال 1992 تا سال 2020 آبخیزی، سیل و زمین لرزه و لغزش خاک به 7 میلیون نفر آسیب رسانیده است و اقتصاد کشور تقریباً 2 میلیارد دلار ضرر دیده است. در 5 روز اخیر بجز از نوحیه عبدالرحمن جامی در دیگر منطقه‌های تاجیکستان نیز آفت‌های طبیعی رخ داده است. مقامات گفتند ساکنان را به جای بی‌خوف کوچانده حجم ضرری رسیده را معین خواهند کرد. همکارم رجب یوسفی و شهلای عبدالله در این باره تفصیلات بیشتر می‌دهند. مقامات کمیتای حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفتند در هفته اخیر حداقل در 8 شهر و ناحیه کشور سر زدن آفت‌های طبیعی ثبت شده است. از جمله در ناحیه‌های اشت،
دوشیش ولایت سوخت، مومن‌آباد، خاولین، شهر کولاب ولایت ختلان و ناحیه سنگوار آبخیزی سر زده است. مقامات گفتند در شهر پنجکن سنگریزی به منزل ساکنان آسیب رساند و آنها 12 عائله را به جایهای بی‌خوف کوچاندند. دفتر مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید آفت‌های طبیعی در کشور اساساً از روز 5 می و به دنبال بارانگری‌های شدید سر زده است. سخنگوی کمیته درباره ضررهای آفت‌های طبیعی و تلفات چنین گفت: در اون ناحیه حالتی مرگ شهروندان به قد دیگه نشده، شکر خدا. نه ضرر جسمانی، نه اگه مثلا مجروحیت، نه مثلا فافتی چربویشون به قد دیگه شد. نه، یگانه ضرری که رسید این به میدانهای نزد حملگیشون آبولوی قدر آمد و بعدا در منطقه ناحیه دیوشتیج تخمانه هایشون آبولوی قدر آمد. همین رو به قد دیگه شد. در همین حال مقامات هشدار می‌دهند که خطر آمدن سیل زیاد است و ساکنان باید احتیاطکار باشند. مسئولان کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفتند کارمندانشان را به حالت آماده باش درآوردند و وضعیت را زیر نظارت دارند. هرچند برخی از ساکنان در منطقه‌های آفاتزده گفتند کمک ضروری دریافت نکردند. تاجیکستان همه سال در فصل بهار شاهد سر زدن آفت‌های طبیعی می شود. در سال‌های گذشته آمدن سیل و سنگریزی چند نفر را هلاک کرده است. مولا رجب یوسفی شهلای عبدالله، آزادی دوشنبه. قرغیزستان بیرون کردن دانشجویان توجیک را از قلمروش دور از حقیقت نامیده است. در این باره بعد یک آگاهی جزئیات میدیم. وزارت کارهای داخلی قرغیزستان خبرها در مورد اخراج 10 شهروندان قرغیزستان تاجیکستان از قلمروش را رد کرده است. به قول این نهاد اخراج تنها در صورت قانون ویرانکنی و با حکم دادگاه صورت میگیرد. اخراج از قرغیزستان می تواند در حالت صادر کردن جنایت، یگان حقوق ویرانکنی و یا بعضی سبب‌های دیگر صورت بگیرد و آن هم تنها با حکم دادگاه. در کشور ما وقتهای اخیر چنین موردها جای نداشتند. تاجیکستان از کجای روی خط را گرفته است ما نمیدانیم. این اظهارات در حال صدا می‌دهد که مقامات توجیک گفتند قرغیزستان در یک هفته اخیر 42 شهروند تاجیکستان را از قلمروش رانده است. اکثر آنها قرغیزتباران ناحیه لخش و دانشجو بودند. 5 نفرشان 2 شهروندی دارند. دانشجویان میگویند آنها را با بهانه بد شدن وضع کووید 19 از قرغیزستان بیرون کردند. من معروف فیروز زاده ناحیه لخش در جمهوری قرغیزستان در دانشگاه تیوی دویم کورس میخوانم. ما را با سبب کووید زیاد شدنش با مدت 17 روز به خانه جواب دادن و ما را تا گرانیسه آورده رسانیدن. ما را در گرانیسه شبانه روزی خصوصا رئیس ناحیه لخش پیشواز گرفتن و با جایهای گرم، خوراک‌های گرم تامین نمودند. من ابرار نیکروز در جمهوری قرغیزستان در شهر جلال آباد دویم کورس میخونم. در جمهوری قرغیزستان با سبب کووید کسری بسیار شدن ما رو به وطن و جمهوری تاجیکستان روان کردن. ما رو در اینجا خیلی خوب پیشواز گرفتن. چند روز پیش رسانه‌های قرغیزستان هم از بیرون شدن شهروندان این کشور از تاجیکستان خبر داده بودند. هرچند در خبرها از هیچ شخص نام برده نمی شود و امور دقیق اخراج شهروندان هم گفته نشده است. در پی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان وجود این گونه موردها را دور از حقیقت خواند. شما برنامه خبری رادیوی آزادی رو تماشا دارید. در ادامه درباره مهتر سالاری و یا خود دیدفشین گزارش میدیم، اما نه در تاجیکستان بلکه در فرانسه. اما قبل از آن یک آگهی. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها. چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.
نشریه The Wall Street Journal با تکیه به منصبداران نظامی آمریکایی نوشت که آمریکا انتقال نیروها و لوازمات جنگیش را از افغانستان به آسیای مرکزی و شرق نزدیک بررسی می‌کند. نشریه می‌نویسد انتقال نظامیان، جنگنده‌های بی‌سرنشین، بمب‌افکن‌ها و تأسیس پایگاه نظامی در منطقه به باور نظامیان آمریکایی امکان می‌دهد بعد از خروج نیروها از افغانستان از جنگ احتمالی طالبان پیشگیری کرده شود. بعضی از مقامداران حکومت جو بایدن گفتند که برای انتقال نیروهای آمریکایی به تاجیکستان یا ازبکستان موافق خواهند بود. آمریکا بر اساس سازشی که با گروه طالبان داشت به بیرون آوردن نیروهایش از خاک افغانستان آغاز کرد. نیروهای آمریکایی تا ماه سپتامبر امسال باید کاملا افغانستان را ترک کنند. سالهای آخر ما زیاد درباره وجود مهترسالاری و یا دیدافشین باقی مانده از دوران شوروی در ارتش تاجیکستان صحبت میکنیم. مقامات تاجیک هم برای از بین بردن این ظهورات تلاش به خرج میدن. ولی بر اساس گزارش خبرگزاری ها ظاهرا در فرانسه نیز اذیت نوسکران از طرف افسران و نظامیان سابقه‌دار جای دارد. یک پیلوت و یا خلبان نیروهای هوایی فرانسه به دادستانی این کشور شکایت کرده است که اثنای آغاز خدمت در واحد نظامی او همچون افسر نوخدمت با دیدافشین افسران همخدمتش قرار گرفته است. وکیل مدافع این افسر با خبرنگاری ریترز هم صحبت شده نوار و عکس‌های مربوط با این حادثه را تقدیم کرد. فرانسه از اداره دادستانی طلب کرده است که در رابطه با مهترسالاری در نسبت او پرونده جنایی باز شود. وکیل مدافع این افسر فردریک برنا برای ریترز گفته است که ماه مارس سال 2019 اثنای آغاز خدمت در پایگاه هوایی جزیره کارسیکه فرانسه هم خدمتانش او را به سیمچوبی بستند و در سرش خلطه کشیدند. سپس در نزدش هواپیماهای جنگی چند دفعه پرواز نموده از سلاح جنگی تیر گشودند. به گفت وکیل خلبان مدت خاموش بود ولی اکنون طلب دارد که مسئولان این به اصطلاح عنعنه قبول به خدمت در نزد قانون جواب دهند. نماینده نیروهای هوایی فرانسه استفان سپت در شرح این حادثه میگوید نوار و عکس‌ها آدمان را گمراه میکنند. به قول نام برده تمرین تیرپرانی در مسافه 1 کیلومتر از افسر خلطه بر سر و دست و پا بسته جای داشت و حیات او یگان لحظه با خطر مواجه نبود. برنا از این جواب قانع نبوده است. پاره ها از سناریات‌های 30 میلیمتری می توانند تا چند کیلومتر برسند. خلبان خلطه بر سر امکان داشت از این پاره ها مجروح شود. تیر می توانست خطا رود. نماینده نیروهای هوایی فرانسه علاوه کرد که تحقیقات داخلی این حادثه برپا شد و افراد مسئول جزا گرفتند. ولی وکیل مدافع خلبان میگوید زیر حمایش سال گذشته فرمانده واحد نظامی درباره حادثه مهترسالاری گزارش داد ولی فرمانده شکایت او را نادیده گرفت. نیروهای هوایی فرانسه در اظهارات تاکید کردند که با هر گونه ظهورات مهترسالاری در نسبت افسران و سربازان مبارزه میبرند و حاضرند با تفتیش این حادثه همکاری کنند. یک گروه خیرکاران از دهه کلانگیری جماعت حیدر عثمانی نایب با جان غفورов طول یک ماه رمضان تصمیم گرفتند که هر سحر تا 100 کیلو آش پزند و به خویشمندان تقسیم کنند. ولی تنها شب 27 ماه رمضان یعنی 8 به 9 ماه که شب قدر بود تقریبا 2 تن آش را پخته و به بیش از 2000 نفر تقسیم کردند. این مقدار آش را 6 آشپز با استفاده 120 کیلو گوشت، 450 کیلو برنج، 150 کیلو روغن، 550 کیلو سبزی و 150 کیلو پیاز آماده کردند. این خبری آخری برنامه امروز است. تشکر از شما که پیوسته ما را تماشا میکنید. یادتان نرود از آن فرداش ما را با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.